دوستان عزیز اینک ما در مغازه الکترمیر قرار داریم. از نرخ نوعی لامپای کم مصرف برای شما معلومات میدیم. دوستان مغازه تکنمیر واقع در داخل افغان بازار ردیه که همین وای مایده چایده های همین سیمو و هم میفروشن در همونجا قرار دارد. من دوستان عزیز در مغازه الکترمیر همه نمودی لامپای کم مصرف از آن جمله لوازمات ها، رزیتکه ها، پرده زینیک ها، اتومات ها، در اینجا اودیونیتیل ها، همه نمودی چیزهای تکنیکی برای استفاده بری روزگار موجوده. از تا حد امکان از نرخ و نوای اینها برای شما معلومات میدیم. منی لید 50 سامانه. یا چند ولت؟ 24 وات بوده. من این نمودش چند وات؟ 18 وات. چند سامان؟ 30 سامان. نرخش 30 سامانه. منی هاش چند وته؟ 12 وات. چند پولی؟ 25 سامان. 25 سامان. اساسا از مردم من همی 12 واتش میگیرن نه؟ من در اینجا پروژکتور ها هست. من 30 وته. چند پول 30 وته؟ 80 سامان. فیرمی ستون الکتریک بوده است. یا کفالتش چند سال؟ کفالتش 2 سال. من اینجا 20 واتش هست. اینجا 20 واتش هست. 20 واتش چند پول؟ این 50 سامان نرخش. باز من این نمودش هست. این ها چند پوله؟ نه 65 سامان نه 50 سامان. اینجا باز 50 واتش هست. این چند پول؟ 135 سامان. یادآور میشیم کفالتی 2 سالی نه. 2 سال کفالت میدیم محصولات شما. من این نرخ نوای لامپای کم مصرف فیرمی اکونوم سوید بوده. این 5 واتش هست. 6 سامان. نرخش 6 سامان. من اینجا 7 واتش هست. این چند پول؟ 8 سامان. 8 سامان بوده. من اینجا 9 واته. 10 سامان. یادآور میشیم اگر شما این لامپا رو استفاده برید 90% قوه برق صرفه‌کارانه استفاده میبرید. این 12 واتش چند پول؟ 12 سامان. 12 واتش 12 سامان. اینجا 15 واتش هست 14 سامان. اینجا با 18 واتش هست 18 سامان. دوستان عزیز کفالتی این هایم فیرمی اکونوم سوید 2 سالینه کفالتش هست. کدوم ارنجیاش رنگش زرد بوده. باز من اینجا من این نمودش هست. فیرمی اکونوم سوید 5 واته. چند پولی؟ 6 سامان. 9 واتش 10 سامان. من اینجا 13 واتش هست. 13 سامان. 18 واتش چی؟ 18 واتش 16 سامان. این 28 واتش 25 سامان. این 38 واتش چند بود؟ 35 سامان. من اینجا با 48 واتش هست. نرخش 40 سامان. هنگام اینهای استفاده بردن قوه برق کمتر کار میکنه. این میگذاریم نرخی وای هوا رزیتکه و میفکنی چهتیل هوا ایرانسکی بوده است. نرخش 9 سامان. این رزیتکه نام ایرانسکی نرخی نام 9 سامان. من این فیلمی انوره تو وعینای بوده است کلی چهتیلی. نرخی این
12 سومون 5 سال لیکن کفالتش هست این با رزیتکاش هست فیرمی انوره 10 سومون بود است نرخش اینها توریسکی کفالتش 5 سالینه این автомато چند پلی؟ 15 سومون اینها 23 سالی کجا؟ 23 سالی خطای 15 سومون این چند به داشت میتید اینجا؟ اینها چند والت می ویش چنی؟ 16 امپیره اینها 16 امپیره بندست اینجا 25 امپیره اینش قیمت دارن 25 امپیره همش یخیل این 40 امپیره باش شامپو همش یخیل از همین 16 امپیره سر کرده تا 60 امپیره نرخش 15 سومون 100 امپیرش هم هست یادآور میشیم اینها ساتورن الکتریک استحصالی فیرمی ساتورن الکتریک 1 سال کفالتش 1 سال می باشه این автомато فیرمی انوره استحصالی ترکیه می باشه یا چند پلی؟ اینها نرخش 13 سومونی یعنی پاترون ها چند پلی؟ پاترون 3 سومون سفیدش هم خیمی؟ سفیدش هم 3 سومون اینها 3 سالی کجا؟ 3 سالی ایران بود است اینش چند بود؟ 5 سومون این دیوال بود این هم 3 سالی ایران می؟ این 3 سالی خطایی بود این جنده اودیونیتیلا هست یا چند پلی؟ 20 سومون نرخش 20 سومون فیرمی ویکا بوده بیسی من این ها خدا یا چند پلی میترش چند متر سانه؟ 2 متر 2 متر 50 سومون این 3 سال خطایی ها؟ 3 سال صفتی نهادش بوده 3 سال خطایی صفتی نهاده این هاش چه؟ این ها 25 سومونی این ها توریسکی ها؟ فیلمی انوره یا چند پلی؟ از 30 سومون سر میشه تا 50 سومون از 30 سومون سر میشه تا 50 سومون چند متره این ها؟ 2 متر 3 متر 5 متر 2 متر 3 متر 5 متر دوستان عزیز شما میتوانید همه نمودی اشیاءها برای استفاده بری روزگار را از این مغازه الکترومیر دسترس کنید یا اینکه به تلفن 92 778 44 48 زنگ زنید و معلومات گرفته باشید باقی سربلند و خانه آباد باشید دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما تلفن برای معلومات 92
89 89 89.